خب من جلوی این بافت رو تموم کردم. اینو پشت بافت قرار میدم برای اینکه تعداد دونه هایی که این داره کمتره. یه دونه دیگه اینجا سر گرفتم. این جلوی کار ما خواهد بود، یعنی این برش که یک کمی از پشت کار بزرگتر میشه. در نتیجه این امکان رو به ما میده که جلوی بدن که مثلا برای خانم ها بزرگتره، این امکان رو داشته باشه که یعنی در حقیقت این میشه پشت کار و پشتش و بعد روی کار میاد و متصل میشه به این. خب حالا بسته به این که شما بخواید این رو کاری که ازش میخواد این جلقه بشه، وست داشته باشیم. اینجا ما سرشونه رو از سرشونه آستین جدا میکنیم. اگه نه بخوایم آستین ببافیم و همچین چیزی. من سمت جلو رو هم میبافم یکم بزرگتر که برسیم به ایدئالمون. اینم ادامه کار ماست که عرض کردم یک کمی بزرگتر از پشت کار. خب ما میتونیم هم این رو به صورت وست ببافیم، همونطور که میبینید یه جلقه که بهش آستین بدیم میرسه به اونجا، و یا اینکه بلوزش بکنیم و بهش آستین بدیم. خب من این نقشه رو، این پشت کارمه، به بافم 6 رنج دوباره اومدم بالا و قرار هستش که دوباره نقشه بندازم. تعداد رو اگر بخواید که پهنای این کار رو بیشتر بکنید، تعدادتون، من 18 تا دیگه اضافه کردم به این بافت نسبت به اون که پشت بدن هستش. این که جلوی بدنه 18 تا دونه اضافه کردم، چرا که نقشه ما هر 18 بار یک بار تکرار میشه. 5 تا اینه و 13 تا این. پس در نتیجه ما هر 18 بار این نقشه رو تکرار میکنیم. خب اگه بخواید که منظورم از اضافه کردن اینه که این سایز ها رو اضافه بکنید. یعنی این 24 رو که نصف این هستش، گفته 24، اگر مثلا بخواید بکنیدش 20 یه سایز بزرگتر، باید 18 تا دونه بهش اضافه بکنید. نمیتونید صرفا مثلا رندوم دونه بهش اضافه بکنید. 24 تون که البته ما هر 18 بار از مزرعه از 18 باید باشه، 24 سانته. خب الان کاری که من دارم که نصف این هستش، در حقیقت گفته اینو نصف کن، نصف اینو گفته که 24 تا. که البته کش هم میاد، مال من 22 تاست. خب اینو اگر 24 تا رو بخوایم اضافه بکنیم، اینو بزرگترش بکنیم، پهناش رو بیشتر بکنیم، باید 18 تا اضافه بکنیم که مثلا از سایز X بشه X لارج یا بشه دبل X لارج. یه همچین ضریبی رو در این لباس باید رعایت بکنید که نقشه کامل بیفته و توی شمارش و نقشه انداختن دچار مشکل نشید.
الان نقشه رو دوباره کجا میخوایم بندازیم؟ بین این دوتا مربع باید نقشه اینجا بیفته. 13 تا هم هست، یعنی ما 4 تا از این ور 4 تا از این ور اینجا باید بندازیم. خب بریم نقشه رو بندازیم. توی ویدیوهای قبلی هم من شروع این کار رو گذاشتم، شما میتونید که خب ببینید اونها رو. این 5 تای اول رو که نقشه هستش میبافیم. حالا 4 تا میبافیم. 1 2 3 4. حالا این 5 تا دونه رو میبافیم. 1 2 3 4 5. حالا تا اینجا 4 تا دونه مونده، دوباره همون زیر رو میبافیم یا تا نقشه بعدی 13 تا اینطوری عدد گذاریش. اینو میبافیم میرسیم به اینجا، این رو هم زیر میبافیم، زیر میبافیم، زیر میبافیم، زیر میبافیم، رسیدیم به اینجا اول نقشمون. خب 4 تا اینجا زیر میبافیم. 1 2 3 4. یا از این نقشه تا این نقشه 13 تا. یعنی چی؟ یعنی اینجا 2 4 5، این تا اینجا باید 13 تا بشه. 2 4 6 8 10 12 13 تا. چه کار میکنیم؟ وسط این دوتا نقشه رو میندازیم. بریم ببینیم چی شد. این شد. ببینید نقشه این رج، دونه همون رو فاصله بگیریم. نقشه این رج جدید 6 تا اینو بافتیم، 6 تا زیر ساده، بعد دوباره نقشه میندازیم. 6 رج هم اینو میبافیم. بعد چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که برای ما میفته اینه که توی نقشه بعدی این نقشه وسط این دوتا میفته. کاری که ما اینجا بارها انجام دادیم، یه همچین فضایی رو به ما میده. کاری که ما اینجا کردیم، میبینید این رو انقدر ادامه دادیم. اتفاقی که اینجا افتاده همین بوده. ببینید اینجا 2 تا نقشه رو انداختیم، 2 تا نقشه رو انداختیم یکی وسط، 2 تا نقشه رو انداختیم یکی. به همین شکل این رج ها رو بافتیم و اومدیم بالا تا به ما این بافت رو بده و جلو رو هم همینطوری ادامه میدیم.